میخواین برای دکوراسیون داخلی و همینطور محیط‌های کاریتون یک گیاه انتخاب بکنید، گیاه شفلرا یکی از بهترین گیاهایی که میتونید خریداری کنید. گیاه شفلرا یکی از مقاوم‌ترین گیاهان آپارتمانیه که اگه میخواید به این اندازه توی خونتون رشدش بدین، باید به آبیاری، کوددهی و همینطور نورش دقت کنید. دو تا از معروفترین انواع گیاه شفلرا که توی ایران هم وجود داره، این دوتا شفلرا هستن که این نوع اکتینوفیلا برگ‌های بیضی شکل و بزرگتری داره و این شفلرا برگ‌های کوچیکتر و پنجه‌ای شکل رو داره. گیاه شفلرا بومی استرالیاست و توی ذاتگاه خودش میتونه حتی به 3 متر هم برسه. گیاه شفلرا به گیاه چتری و همینطور پنجه کلاغی هم معروفه. به خاطر اینکه شبیه چتره بهش گیاه چتری میگن و به خاطر اینکه برگچه هاش حالت پنجه‌ای داره بهش پنجه کلاغی میگن. شفلرا میوه های نارنجی رنگ داره، اما توی محیط گلخونه‌ای و یا حالتی که ما توی خونه نگهداریش میکنیم نمیتونه میوه داشته باشه و فقط توی دادگاه اصلی خودش به اون شرایط محیطی میتونه میوه داشته باشه. اگه بستر گیاه شفلرا مناسب باشه و بتونید براش نور و رطوبت مناسبی رو فراهم بکنید، شاید بتونید گلهاش رو هم ببینید. گیاه شفلرا یکی از گیاهان مقاوم آپارتمانیه. قبل از آبیاری حتما چک بکنید که 1 تا 2 سانتی متر سطح خاک گلدون به طور کامل خشک شده باشه. اگه مدت زیادیه که به گلدونتون آب ندادیم و برگ‌های شفلرا پژمرده شدن و افتادن، گلدونش رو به طور کامل بردارید بذارید داخل تشت آب. حدوداً 20 دقیقه داخل آب بمونه تا بتونه خاک به طور کامل مرطوب بشه و آب جذب بکنه. گیاه شفلرا نیاز به نور غیر مستقیم و فیلتر شده داره. اگرچه که این گیاه مقاومه، اما اگر نور کافی بهش نرسه و اگر گیاهتون ابلق باشه، برگهاش به طور کامل این قسمت‌های زردش سبز میشن و دیگه گیاه ابلقی رو نخواهید داشت. گیاه شفلرا نیاز به خاک نیمه سبک داره و ترکیبی از پلیت، کوکوپیت و پیتماس و کمی خاک ماسه میتونه برای این گیاه خیلی مناسب باشه، مثل همین خاک ما. اگه میخواین گیاهتون رشد خیلی خوبی داشته باشه و بتونید همیشه اون رو شاداب ببینید، حتما توی فصل رشد یعنی فصل بهار و تابستون هر 2 هفته یه بار کوددهی انجام بدید تا گیاهتون اندازه گیاهای ما بشه. برای تکثیر این گیاه میتونید از طریق ساق این گیاه رو تکثیر بکنید. کافیه که فقط 8 تا 10 سانتی متر از قسمت ساقه، یعنی این بخش، برگ ها رو جدا نکنید، قسمت ساقه 10 سانت جدا بکنید و اون رو داخل خاک قرار بدید. همینطور میتونید از طریق خوابانیدن همین گیاه رو تکثیر بکنید، به این صورت که قسمت هایی که حالت خمیده دارن رو مجدد داخل خاک بذارید و روش خاک بریزید. خوبی این تکثیر اینه که مواد غذایی رو گیاه میتونه از طریق گیاه مادر جذب بکنه و به همین دلیل امکان این که گیاه قوی تری رشد بکنه بیشتره. ما همه این شفلراها رو از طریق ساقه تکثیر کردیم. اگه نمیدونید گیاه شفلرا نماد چیه، باید بگم که این گیاه به خاطر اینکه شبیه چتره نماد امنیته و همینطور به خاطر اینکه دستاش بازه همیشه آماده دریافت پول و ثروته و شما میتونید با اپلیکیشن گلت خیلی راحت از گیاهتون نگهداری بکنید. فقط کافیه داخل بازار یا مارکت گلت رو سرچ کنید.